صدا ژنتیک یا اکتساب. صدا یه ترکیب پیچیده است. صدا یه ویژگی فوق‌العاده است که هم تحت تاثیر ژنتیک و هم محیط اطراف ما قرار میگیره. این دو عامل با هم رقص ظریفی رو اجرا میکنن و صدای منحصر به فرد هر فرد رو شکل میدن. تاثیر ژنتیک چیه؟ ژنتیک پایه و اساس صدای ما رو تعیین میکنه. ژن‌ها مثل معماران کوچولو ساختار دستگاه صوتی ما رو میسازن. روی تارهای صوتی، حنجره و اجزای مهم دیگه تاثیر میذارن. ژن‌ها مشخص میکنن که تارهای صوتی شما چقدر بلند و ضخیم باشن و این عوامل روی رنگ و تون صدای شما تاثیر میذاره. تاثیر محیط و یادگیری چطور؟ اما داستان صدا فقط به ژنتیک محدود نمیشه. محیط و تجربیات ما هم نقش مهمی تو شکل‌گیری صدای نهایی ما دارن. عوامل مختلفی وجود داره مثل محیط کار. شغلی که داریم میتونه روی صدامون خیلی تاثیر بذاره. به عنوان مثال معلم‌ها و سخنران‌ها به دلیل استفاده مداوم از صدا ممکنه نیاز به مراقبت‌های ویژه داشته باشن. یا طرز صحبت کردن، سبک و لحن صحبت کردن شما تحت تاثیر محیط و یادگیری قرار میگیره. پروفسور امیلی پارکر متخصص زبانشناس میگه ما از طریق تقلید و تعامل با دیگران نحوه صحبت کردن رو یاد میگیریم و این میتونه روی ویژگی‌های صدای ما تاثیر بذاره. تکنیک‌های تنفسی و تمرینات صدا. تمرینات تنفسی و صداسازی به شما کمک میکنن تا کنترل بهتری روی صدای خودتون داشته باشین. این تمرینات مهارت‌هایی رو تقویت میکنن که میتونین ازشون برای بهتر کردن صدا استفاده کنین. یک گلیساندو نرم از هد به چست. یکم بالاتر و با اغراق بیشتر. به سمت بیرون. لب، صدا. حالا اشتباهش هم انجام بدیم. دقت کنید. صدای توانگ یک صدای زنگدار، تیز و روشنه. آواز خوندن یه فعالیت لذت بخش و چالش برانگیزه که میتونه روی صدای شما تاثیر بذاره. آواز خوندن تارهای صوتی رو تقویت میکنه و به شما کمک میکنه تا دامنه صدای خودتون رو گسترش بدین. عوامل مضر محیطی چه تأثیری روی صدامون دارن؟ متاسفانه بعضی عوامل محیطی میتونن تأثیر منفی رو صدامون بذارن. مثلا سیگار کشیدن به تارهای صوتی آسیب میرسونه و میتونه باعث خشن شدن صدا بشه. یا مخاط پشت حلق. این وضعیت میتونه روی کیفیت صدا تأثیر بذاره و باعث خفگی صدای ما بشه. عادتهای بد مثل صحبت کردن با صدای بلند در محیط‌های شلوغ میتونه به مرور زمان به صدا آسیب برسونه. تغذیه و نوشیدن و خوردن مواد غذایی که میتونه به سیستم گوارش ما آسیب برسونه که در آخر مثلا به رفلاکس معده و التهاب تارهای صوتی ختم بشه. پس صدا یه ویژگی پیچیده و زیباست که تحت تاثیر هر دو عامل ژنتیک و محیط قرار میگیره. درک این تعامل به ما کمک میکنه که اهمیت مراقبت از صدا و تمرین برای بهتر شدن اونو درک کنیم. یادتون باشه صدای شما یه ابزار قدرتمند ارتباطیه. پس پرورشش بدید و از تنوع و زیباییش لذت ببرید.